که میگم رو از فردا امتحان کن. اگه 20% مشتریات برنگشت، فیل میشه نسبت طلایی، براوز میشه ابرو. یعنی من یه ابرویی برای تو طراحی میکنم با نسبت طلایی. خیلی این حرفا اونی که بلدی، اگه تو الان اینو به مشتریت انتقال نمیدادی خیلی عقبی، خیلی تو کار عقبی. منظورم اینه که خیلی مشتری از دست دادی. چرا؟ چون مشتری در اثر اعتماد به تو میاد و اعتماد سازی یکی از اون راهاش اینه که تو پروفشنال رفتار بکنی، پروفشنال حرف بزنی. یعنی پروفشنال خیلی در واقع میتونم بگم خیلی شاخه‌های زیادی داره، حتی نحوه لباس پوشیدنت. ولی یکی از مهمترینشون این بود علم تو چقدره، تو چطوری با مشتری حرف میزنی، از چه کلماتی استفاده میکنی. این باعث میشه مشتری تو به تو اعتماد بکنه. و بعد کاملا ببین، من وقتی میرم پیش یه پزشک، وقتی پزشکی اصلا جواب سوال منو نمیدونه، وقتی چیزایی که میگه ببینم من خودم بهتر از اون الان میدونم، من به این پزشک اعتماد نمیکنم. بار علمی پزشکی رو قبول ندارم. منم برای مشتریم همینم. اون باید بار علمی منو باور کنه و تا وقتی که این جملات، این کلمات توی مغز منه، مشتری اینو نمیفهمه. بچه‌هایی که الان اینجا آیلین رو میشناسن، درس دادن آیلین رو میدونن آیلین با چه تکنیکی درس میده، میدونن که انقدر حرف میزنه، انقدر توضیح میده سر کلاس که شب بچه‌ها یکی آب میوه میده، یکی میوه میده. بچه‌های من اینجا اعلام بکنین، همه میگن آیلین یه لقمه یه نون بخور، یه چیزی بخور، تو داری ضعف میکنی. من انقدر حرف میزنم سر کلاس. خب این بچه‌ها منو دیدن که این شکلیم. مشتری من اگه من باش حرف نزنم، اگه اینا رو بهش انتقال ندم، از کجا میخواد به من اعتماد بکنه؟ از کجا میتونه من پروفشنال بودم رو به مشتریم نشون بدم؟ پس اگر تا به این لحظه امتحانش نکردی و همه اون چیزی رو که بلد بودی به مشتری انتقال ندادی، مطمئن باش 20% مشتریات رو از دست دادی. اینی که میگم رو از فردا امتحان کن. اگه 20% مشتریات برنگشت، پس یادت نره گلدن رشیو رو باید بدونی و تمام این چیزی که میدونی رو به مشتریت انتقال بدی. این 1/5 اون چیزیه که در واقع من بهت میگم برای کاری که مشتریت رو زیاد بکنی و چیکار باید انجام بدی.